الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از قسمت دیگر از برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما در برنامه‌های گذشته پیرامون توسل مشروع و توسلی که از دیدگاه شرع رد نیست بلکه مورد تأیید شریعت هست، مطالب را به خدمت شما عزیزان بیان کردم. در این برنامه ان شاء الله میخواهم در مورد توسل نامشروع و توسل ممنوع به خدمت شما عزیزان مطالب را تا آنجایی که وقت برای ما اجازه دهد بیان بکنم. بینندگان عزیز و گرامی، ما در شریعت اسلامی توسل دیگری داریم که به نام توسل نامشروع و توسلی است که مخالف شرع، مخالف قرآن عظیم الشان و مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و این نوع توسل دارای دو نوع می باشد. یک قسم از این اقسام توسل شرکی هست که انسان را مشرک می کند، از دایره اسلام و از ملت اسلام خارج می کند. و یک نوع دیگر توسل بدعی هست که فقط بدعت می باشد و هر کدام اینها را به خدمت شما عزیزان یکایک به صورت مفصل بیان خواهم کرد. توسلی که ما با آن توسل شرکی می گوییم چی هست؟ مثل این که انسان مستقیما از صاحب قبر تقاضای مغفرت بکند، تقاضای رزق بکند، تقاضای اولاد بکند، تقاضای شفای مرض بکند و به همین ترتیب از هر انسانی، از هر شخصی که این تقاضاها را بکند انسان مشرک می شود. انسان را از دایره اسلام و از دایره دین بیرون می کند. انسانی که مستقیما استعانت می کند از زنده یا مرده، آنچه که در اختیار زنده هم نیست از او تقاضا بکند، این اشتباه است. خیلی از اهل بدعت هستند که استدلال بیجا می کنند، می گویند که چرا از زنده خواستن مشکلی نداشته باشد اما از مرده داشته باشد. نه، این گونه نیست که تو می گویی. هیچ کس نگفته و نمی گوید که خواستن از زنده جایز است. خواستن از مرده یا زنده، آنچه که توجه داشته باشید در چی مورد جایز نیست، آنچه که مافوق اسباب باشد، که مخصوص الله باشد، مثلا شفای مریض، مثلا دادن رزق و روزی، مثلا دادن مغفرت کردن، بخشیدن، همان بخشیدنی که خاص برای الله سبحانه و تعالی است. هیچ انسان دیگری نمیتواند که این کارها را بکند، هیچ بشری نمیتواند، هیچ مخلوقی نمیتواند. فقط و فقط اینها از خواست خالق است که باید الله سبحانه و تعالی این کارها را بکند. بناهن زنده و مرده ای ندارد. زنده و مرده ای ندارد که وقتی از او مستقیما چیزی را خواستی که مافوق اسباب بود و مافوق آنچه بود که از عقل انسان و از طبیعت انسان، یا بگوییم که از اختیار او انسان خارج است، انسان می شود مشرک. و اعتقاد و باور بر این داشته باشد که این انسانی که من از او تقاضا کردم می تواند برای من کاری بکند، این انسان می شود مشرک. چون الله سبحانه و تعالی ما را در آیات قرآن عظیم الشان دستور به این داده که فقط و فقط از او بخواهیم، فقط و فقط استعانت و بندگی ما برای الله باشد. سوره مبارکه حمد، سوره فاتحه، همه ما حفظ داریم، در هر نمازی میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حتی اطفال هم این سوره را حفظ دارند. دقیق باشید،
ایاک نعبد، خاص ای الله تو را عبادت میکنیم. توجه داشته باشید، ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و خاص از تو مدد میخواهیم. خاص فقط و فقط از تو و فقط و فقط از تو یا الله. ولی اگر انسان بیاید خاص از الله نخواهد، از کسی دیگر بخواهد، ای فلانی یا فلانی، یا رسول الله کمکم کن، نعوذ بالله، یا حسین کمکم کن، یا علی کمکم کن، یا عبدالقادر جیلانی کمکم کن، یا فلان کمکم کن، یا فلان مریضیم را شفا بده، نعوذ بالله. همه اینها کفر است، همه اینها شرک است، انسان را از دایره اسلام بیرون می کند. اگر انسان معتقد باشد که غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری میتواند انسان را شفا بدهد، کسی دیگر به انسان رزق بدهد، کسی دیگر این مشکلات انسان را حل بکند، انسان مشرک می شود. ما نمیگوییم، آیات قرآن هست، آیات قرآن هست. بیاییم با همدیگر آیات قرآن کریم را بخوانیم که الله سبحانه و تعالی چی میگوید. اولا در سوره مبارکه فاتحه که به خدمت شما عزیزان آیه را تلاوت کردم که الله سبحانه و تعالی چی میگوید. دوما در سوره مبارکه جن الله سبحانه و تعالی میفرماید فلا تدعوا مع الله احدا. اینجا را توجه داشته باشید، آیه 18 سوره مبارکه جن الله جل جلاله میفرماید فلا تدعوا مع الله احدا. هیچ کسی را، احدا نکره هست، هیچ کسی را بلا استثناء، هیچ کسی، چی پیامبر باشه، چی امام باشه، چی ولی باشه، چی شخص عادی باشه، هر کسی که میخواه باشه، غیر از الله سبحانه و تعالی هر کسی دیگری که میخواه باشه، شما همراه پروردگار نخوانید. یعنی چی؟ الله تعالی میگه من مریض شفا میدم، کسی دیگه بیه بگه نه فلانی هم شفا میده، نعوذ بالله، این انسان مسلمان است؟ الله تعالی رزق میده، میگه من روزی میدهم، من روزی میدهم، شخصی بیه بگه نه فلانی هم رزق میده، فلان امام رزق میده، فلان پیامبر رزق میده، فلان ولی و اولیاء رزق میده، نعوذ بالله. اینها همه کفر و شرک هست، انسان را از دایره اسلام بیرون میکند. الله تعالی میفرماید که فلا تدعوا مع الله احدا، هیچ کسی را همراه پروردگار سبحانه و تعالی شریک قرار ندهید در ذات خدا، در صفات خدا، در افعال پروردگار، هیچ کسی دیگر را وارد نکنید، داخل نکنید. و همچنین الله سبحانه و تعالی اشاره به این میکند کسانی که شما غیر از الله تعالی را میخوانید، اینها مالک هیچ نفع و ضرر به شما نیستند، هیچ کاری کرده نمیتوانند، حتی اینکه نمیتوانند از خودشان آنها یک مگسی را دور کنند، نمیتوانند یک مگسی بیافرینند، چگونه میتوانند به من و تو کمک بکنند؟ چگونه میتوانند مشکلات من و تو را دفع بکنند، رفع بکنند؟ آیا همچون چیزی امکان دارد؟ الله تعالی میگوید امکان ندارد. اگر کدام مشرکی بگوید امکان دارد، از هوای نفسش میگوید، شاید بگوید تجربه نشان داده، که انشاءالله به سراغ تجربه هم میرسیم که این تجربه چی هست که نشان داده. الله تعالی در سوره مبارکه فاطر آیه 14 میفرماید این تدعوهم. حالا شاید بعضی ها بگن که این خود در مورد بت پرسته ها هست، این در مورد بت هست، شما چرا در مورد ما که ما میرویم پیش قبرها این موضوعات را مطرح میکنید؟ بله درسته، آیات قرآن عظیم الشان برای زمان خاصی و برای مردم خاصی نیامده. قرآن عظیم الشان برای تمام زمان هاست و برای تمام افراد هست. حالا تو چی میخوای؟ نامش را بت بگذار. در زمان پیامبر علیه السلام نامش را بت میگذاشتن، حالا فرق نمیکنه تو نامش را انسان بگذار، نامش را قبر بگذار. مهم در اسما نیست، مهم در این کلمات نیست، مهم در مفهوم هست، در معنا هست. تو و آن شخص در معنا و مفهوم یکی هستیم، کار را یکی میکنیم. آن هم امرای خداوند جل جلاله سنگه ها و چوب ها را شریک میدانست، تو حالا یک انسانی را میدانی. اون بوتی هم که ساخته بود شخص صالحی بود، تو هم به شخص صالح یا به کدام پیامبری به هر حال از او چیزی را طلب میکنی. الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ میفرماید ان تدعوهم،
اگر شما از اینها بخواهید، از این بت‌هایی که هستند برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های خود چیزی را از آنها بخواهید که از شما چیزی را دفع بکنند و آنها را به فریاد بخوانید، آنها را صدا کنید که یا فلانی کمکم کن، یا فلانی مشکلم را حل کن، یا فلانی مریضیم را شفا بدی، یا فلان کار را بکن. الله جل جلاله چی میگه؟ لا یسمعوا دعاءکم، اینها دعای شما را نمیشنوند. اینها دعای شما را نمیشنوند. این فوت کرده، از کجا صدایت را بشنوه؟ از دنیا رفته، از کجا صدایت را بشنوه؟ ولو سمعوا، حالا فکر کنیم به تعبیر بعضی ها میشنوه. بله، مرده میشنوه. حالا به تعبیر بعضی ها فکر کنیم که میشنوه. بله، حالا بیاییم ما هم بگیم بله میشنوه. به فرض مثال بگیم میشنوه. الله سبحانه و تعالی میگه بر فرض این که بشنون، ولو سمعوا، بر فرض این که بشنون، اگر هم بشنون، مستجابوا، آنها اجابت نمی کنن لکم، برای شما اجابت کردن نمیتونن. از دست آنها نیست، از توان آنها نیست، از قدرت آنها نیست که بیاین مشکلات شما را رفع بکنن، بیاین مریضی های شما را شفا بدن، بیاین حل مشکل برای شما بکنن. مستجابوا لکم، نمیتوانند اجابت کنند. از کجا اجابت کنند؟ قدرتش را ندارند، تواناییش را ندارند. الله جل جلاله میفرماید و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و اینهایی که شما آنها را از آنها کمک میخواهید، از آنها طلب خیر میکنید، طلب نیکی میکنید، الله جل جلاله میفرماید در روز قیامت به این شرک شما آنها کافر میشن. یعنی چی؟ این کفر و شرک شما را انکار میکنند، میگویند شما این کار را انجام دادید، بله اشتباه کردید انجام دادید. ما به شما کی گفته بودیم که شما همچون کاری را انجام بدید؟ کی برای شما گفته بودیم که شما از ما کمک بخواهید؟ ما مگر همچون چیزی از شما تقاضا کردیم؟ و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کس مانند الله سبحانه و تعالی انسان را از همچون احوال آخرت با تمام قطع و یقین با خبر نمی کند جز الله سبحانه و تعالی که با خبر می کند. حالا بحث اینجاست که انسانهایی که از غیر الله سبحانه و تعالی طلب مغفرت می کنند، از غیر الله سبحانه و تعالی طلب خیر می کنند که آنها برای آنها خیر بدهند، یا از آنها طلب می کنند که مشکلات آنها را حل بکنند، گرفتاری های آنها را حل بکنند، در اشتباه هستند. در واقع در غلط و در خطای بسیار مشکل گرفتار شدن که الله سبحانه و تعالی آنها را نجات بده، که همانا شرک است. الله سبحانه و تعالی میگه نمیتونن آنها استجابت بکنن، پس چرا عبث و بیهوده به سوی بندگان خدا حرکت میکنید؟ چرا ذات یگانگی الله سبحانه و تعالی را ترک میکنید و از الله روی گردان هستید به سوی بندگان الله، به سوی مخلوقات الله، به سوی سنگ و چوب و انسان و قبر و این و آن میدوید؟ مگر شما را چی شده؟ عقلهای شما کجاست؟ الله سبحانه و تعالی هدایت کنه انسانها را. بله، در این مورد آیات دیگری هم هست که الله سبحانه و تعالی اشاره به این میکنه که اینها نمیتونن استجابت بکنن، نمیتونن که اینها مشکل شما را رفع بکنن، نمیتونن گرفتاری های شما را حل بکنن، که انشاءالله بعد از وقفه بعضی از این آیات را به خدمت عزیزان تلاوت خواهم کرد. حالا اجازه بدید که وقفه از اتاق فرمان بگیریم، انشاءالله بعد از وقفه در خدمت شما خواهم بود. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب بدور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز، بحث را ادامه می دهیم در مورد این که ما گفتیم هیچ کسی جز الله سبحانه و تعالی نمی تواند که برای انسان کمک بکند و مشکلات انسان را رفع بکند و برای انسان خیری را برساند یا کدام شر را از انسان دفع بکند. و گفتیم که یکی از توسل‌های
مشرکانه این است که انسان مستقیما از بنده از بندگان الله سبحانه و تعالی و مخلوقی از مخلوقات الله متعال چیزی را بخواهد یا انتظار خیر و شر را از او داشته باشد. خب در اینجا به آیت دیگر اشاره می کنیم که کسی نمی تواند به انسان کمکی بکند. آیه سوره اعراف آیت 194 الله تعالی می فرماید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فلیستجیبوا لكم ان کنتم صادقین. الله متعال می فرماید آن کسانی را که شما غیر از الله می خوانید، آن کسانی که آنها دارای شعور هستند، شما غیر از الله آنها را طلب می کنید. من دون الله گفته. توجه داشته باشید به این نکته. وقتی الله سبحانه و تعالی میگه من دون الله، حالا سوال است آیا انبیای الهی الله هستند یا غیر الله؟ بدون شک اگر کسی بگوید الله هستند خب کافر است. اگر بگوید غیر الله پس داخل این آیه قرار میگیرد. آیا امامان انبیا هستند؟ آیا اینها الله هستند یا غیر الله؟ بدون شک خواهید گفت که غیر الله، پس داخلند. الله متعال میفرماید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، کسانی که شما غیر از خدا، غیر از الله آنها را طلب میکنید و از آنها کمک میخواهید، عباد امثالکم، بندگان مثل خود شما هستند. آنها بشرن مثل خود شما. فقط تفاوت انبیا علیهم السلام در این است که به آنها وحی نازل میشه و در پیشگاه خدا مقام و مرتبه دارند. ولی این مقام و مرتبه آنها و این وحی فرستاده شدن برای آنها دلیلی بر این نیست که آنها شریک خدا باشند. نعوذ بالله، این گونه نیست. بلکه الله میفرماید کسانی که شما غیر از الله سبحانه و تعالی آنها را به کمک و یاری میطلبید، عباد امثالکم، بندگان مثل خود شما هستند. آیه صریح قرآن هست. کسانی که شما غیر از الله متعال، گفتیم غیر از الله که به چی معناست؟ عباد امثالکم، بندگان مثل خود شما هستند. الله میفرماید فدعوهم، اگر شما راست میگید که آنها شما را اجابت میکنند، دعای شما را قبول میکنند، مشکلات شما را حل میکنند، فدعوهم، پس از آنها بخواهید، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر بر شما اجابت کردن شما راست میگید. میتونن اجابت بکنن؟ میتونن مشکلات شما را حل بکنن؟ نه خیر. حالا شاید کسی بگوید که به تجربه ثابت شده که ما دیدیم فلانی رفتن از فلان قبر و فلانی او را شفا داده، فلان امام و فلان ولی او را شفا داده. اولا این شفا دادن به این معنا نیست که او را شفا داده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بت پرستها هم میرن پیش بت و میگویند که ما را شفا میدهد. خیلی از هندوها هستند که میگویند حضرت شیوا، به تعبیر آنها حضرت شیوا، همان شیوا، همان بت اونها را شفا میده. آیا آنها راست میگن؟ آیا این دلیل بر این است که شیوا اونها را شفا داده؟ نه به خدا، این گونه نیست. بلکه اینها استدراج هست. اینها استدراج شیطانی است. بیدار شوید ای مردم، این مشرکین شما را فریب میدهند. اینها استدراج شیطانی است. چرا خودشان مریض میشوند نزد قبور نمیروند؟ داخل شفاخانه ها و داخل بیمارستان ها می روند. چرا نزد قبر نمی روند که اونها را شفا دهد؟ چون می دانند که خود آنها دارند دروغ می گویند برای شما، چون می دانند که حقیقت نیست. الله سبحانه و تعالی میگه آنها شفا دادن نمی توانند. استدراج این است که الله تعالی تو را شفا میده ولی تو فکر میکنی که شیطان و یا او بت یا او ولی یا او نبی یا او امام تو را شفا داده و همین دلیل بر این میشود که تو درجه به درجه به شیطان نزدیکتر میشوی. در کفر تو و در شرک تو افسوده میشود تا ای که عذاب تو بیشتر شود. ورنه الله تعالی برای ما گفته، واضح کرده در قرآن که آنها نمیتونن شفا بدن. آنها نمیتوانند شفا بدن. این آیات قرآن هست. حتی بینندگان عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون همه عظمت و بزرگی، با اون همه جایگاهی که الله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده، با اون همه مقام و منزلتی که الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده که فقط در وصف پیامبر میتوان این را گفت که بعد از خدا بزرگ توی، قصه مختصر، تمام.
از این بیشتر نمیتوان در وصف پیامبر علیه السلام چیزی گفت، چون مقام پیامبر بالاتر از آن است که در زبان ما بگنجد. با این همه عظمت، با این همه بزرگی، با این همه مقام و درجه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، الله تعالی برای پیامبر میگه پیامبر تو نمیتوانی نفع و ضرر برسانی. الله تعالی به زبان پیامبر میراند، میگوید پیامبر تو برای مردم بگو که من نمیتوانم نفع و ضرر برسانم. آیه از 188 سوره مبارکه اعراف الله تعالی میفرماید قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. من نمیتوانم، مالک نیستم نفع و ضرری را برای خودم، نه برای شما، برای خودم. حتی پیامبر میفرمایند که من برای خودم، الله به پیامبر یاد میده که بگو من حتی برای خودم نمیتوانم نفع برسانم و ضرر را از خودم دفع کنم الا ماشاء الله، مگر آنچه الله بخواهد. یعنی چی؟ یعنی این که آنچه را که الله سبحانه و تعالی بخواهد، به این معنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که الله تعالی به پیامبرش یاد میده که پیامبر بگو که الا ماشاء الله، به این معنا که آنچه را که خدا خواسته باشد به من نفع برساند یا ضرر را از من دفع کند. الا ماشاء الله به این معناست. پس بناهن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند با صراحت کامل که قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. الله تعالی به پیامبرش یاد میده که ای پیامبر تو بگو برای این مردم من نمیتوانم نفع برای خودم برسانم، نفع را جلب کنم یا ضرر را از خودم دفع کنم، من نمیتوانم. پس چیست قضاوت توی بیننده، ای بیننده گرامی، چیست قضاوت تو در مورد دیگران غیر از پیامبر علیه السلام؟ آیا میتواند غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم شفا بدهد با وجودی که پیامبر نمیتواند؟ آیا میتواند غیر از پیامبر علیه السلام مشکل را دفع کند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتوانند؟ آیا این قضاوت ناعادلانه نیست؟ آیا این قضاوت بیجای نیست که ما فکر میکنیم؟ پس بناهن این توسل شرکی هست، انسان را از دایره اسلام بیرون می کند که انسان مستقیما از بنده الله، از مخلوق الله چیزی را طلب بکند یا بگوید یا فلانی مرا شفا بدی، یا فلانی مشکلم را رفع بکن، یا فلانی به کمکم برس. عجیب است، خدا قسم انسان تعجب می کند. یعنی اللهی که میگه نحن اقرب الیکم من حبل الورید، اللهی که از رگ گردن به انسان نزدیکتره، اللهی که از تمام راز درونی و بیرونی انسان باخبره، انسان اون الله را رها کنه به دنبال مخلوق الله بره. اللهی که میگه شما از من بخواید من اجابت میکنم، من قبول میکنم. انسان این الله مهربان را رها کند به دنبال بندگان الله بدود، به دنبال مخلوقات الله بدود. آیا واقعا انسان عاقل است؟ آیا واقعا انسان عقل داره؟ واقعا که گمراهی و ضلالت و گمراهی بزرگترین مرضی است که در وجود شرک، در وجود اهل شرک و بدعت وجود داره. الله جل جلاله میگه و من اضل ممن یدعو من دون الله. چی کسی گمراه تر است، چی کسی نادان تر است از او کسی که غیر از الله را طلب میکند؟ این انسان ها جاهلن، این انسان ها گمراه و نادان هستند که الله سبحانه و تعالی را رها کرده و به دنبال بندگان الله، به دنبال بندگانی که آنها عاجزند، آنها از الله طلب میکنند. تو بروی باز از او طلب بکنی، خب واقعا این نهایت جهالت انسان را میرساند. الله سبحانه و تعالی هدایت بکند همه را. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت هم از خدمت شما رخصت می شوم تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.